ansızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almış. خب به خونه جدیدت عادت کردی؟ اونجا دیگه خونه تو به حساب میاد. 2-3 روزه عادت میکنی. آدم تا وقتی جوونه راحت‌تر میتونه خودشو با شرایط تطبیق بده. راستش خیلی از فامیلتون تعجب کردم. هر چی باشه آدم به آبرو و اعتبارش فکر میکنه. به خاطر همینم که شده باید ازت مراقبت میکردن. با دستای خودشون تو رو بردن پرورشگاه. به هر حال پدرت شهریه امسالت کامل پرداخت کرده، ولی برای سال دیگه نمیدونم چی پیش میاد. باید حواست خیلی جمع باشه، از من گفتن. میدونم الان با خودت میگی چقدر این زن خبیثه، ولی دخترم پدرت چجوری اون همه پولو به باد داد؟ خیلی حماقت کرد. خیلی خوب باشه، خودتو میخواستی بکشی، دیگه از جون زنت چی میخواستی؟ تیتر خبر روزنامه ها شدین. خانواده مثل شما که این بسته دیگه. پدر من نه حیوونه نه احمق، فهمیدی؟ همه اینا یه اتفاق بود، میفهمین؟ یه اتفاق. جمره، فکر کنم فراموش کردی با کی داری حرف میزنی. دیگه بی کس و کار شدی. دست از لوسبازی بردار، وگرنه چی خاله نازان؟ میندازمت بیرون. در ضمن از این به بعد به من نمیگی خاله نازان، نازان خانوم میگی. فهمیدم نازان خانم. بی ادب، از همین الان مثل اونا شدی. بچه ها، بابای این مامانشو کشته. آره همه میدونم بی کس و کار شده. میگن تو یتیم خونه میمونه. هیچ کس مسئولیتشو قبول نکرده. لازم نیست پچ کنی. آره بابام خودشو کشت، ولی قبلش مامانمو کشت. چی شد؟ ناراحت شدی؟ ها؟ هیچ کس منو نخواست. منم مجبور شدم برم یتیم خونه. خیلی داستان غم انگیزیه نه؟ بگو ببینم، دلت برام میسوزه؟ تعجب کردی؟ دلتون به حالم سوخت؟ حرف بزن، یکیتون یه چیزی بگه. قبلا هیچ کدومتون از کنار من جام نمیخوردین. جمره خیلی بامزه است، جمره خیلی باحاله. جمره رو هم دعوت کنین مهمونی. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ چرا الان اینطوری شدین؟ این بلاها فقط سر من میاد. تو مگه پدرت تو بغل معشوقش سکته نکرد؟ نه همچین چیزی نیست. تو خودتو گول بزن. همه میدونن که موضوع چیه، فقط به رود نمیارن. واقعا حالمو به هم میزنین. از همتون متنفرم. خیلی مسخره. شوخی میکنی؟ واقعا تو پرورشگاه میمونه؟ آره با اینا هیچ کدوم از فامیلاشون سرپرستشونو به عهده نگرفتن. اونم مجبور شد دیگه. زایه. دافنه بس دیگه. مگه دروغ میگم؟ داداش بزرگه هست. داداش بزرگه چیه؟ اون فقط 5 دقیقه از من بزرگتره. مگه جمره اینا خیلی پولدار نبودن؟ چقدر خنگی. میگم پدرش ورشکسته شده، دختری یه ذره هم پول نداره. اومد. جای کسیه. جای کسیه؟ از این به بعد مروه کنار من میشینه. با اجازه. جمره بیا پیش من بشین. عزیزم پرورشگاهی ها اون بر میشینن مگه نه؟ جمره بیا اینجا. کجا میری؟ به جان خودم اینا آدم نیستن. توف رفاقتتون.
دیگه چی؟ الان تقصیر ماست؟ مگه ما پدر مادرتون رو کشتیم؟ مگه ما فرستادیمتون یتیم خونه؟ دهنتو ببند، میام میزنم تا. سوگل بی خیال. راستی بچه ها میدونستین بعضی ها رو مادراشون میبرن میذارن یتیم خونه؟ شنیدین میگن طرف به بچه خودشم رحم نمیکنه؟ باید یه همچین چیزی باشه. به خدا قسم من تو رو همین امروز می‌کشم. تو هنوز طرز صحبت کردن این کار من یاد نگرفتی؟ نشون میدم چجوری باید درست صحبت کنی. چرا عصبانی میشی؟ همچین ماجرایی هستن. راست میگه. دیدی حق با من بود؟ معلومه. نه اینجوری نمیشه. یکی دیوونه رو بگیره ولم کن. هر دوتون بیاین برین دفتر مدیر. به چی میخندی؟ جمره تسلیت میگم. از طرف دافنه هم معذرت میخوام. مامانت گفت از این به بعد نازن خانم صداش کنم. اینا عقلشون از دست دادن. جمره میدونی که من همیشه کنارتم. چی شده؟ دلت به حال من میسوزه؟ ببین سرکان، هیچ وقت این کارو با من نکن. هیچ وقت. جمره مگه ما دوست نیستیم؟ ولم کن. جمره سرکان، نمیبینی چقدر عذاب میکشه؟ دست از سرش بردار. میخواستم باش صحبت کنم. ایلول گریه کردی؟ به تو چه؟ فکر میکنی فرشته خوبیایی؟ اینطوری دخترها رو دلداری میدی؟ فقط پرسیدم. نپرس. دست از سر اون دخترم بردار. ایلول جمره دوست سابقمه. سابق؟ از وقتی رفته پرورشگاه شده سابق؟ منظورم این نبود. تو چرا اینقدر به من گیر میدی آخه؟ شما به ما تهمت زدی. من هیچی نگفتم. فهمیدی؟ قسم میخورم که من هیچی نگفتم. این که بدتره. حین ترسوها سکوت کردی. باشه. آره من سکوت کردم، راست میگی، ولی اون قدم که فکر میکنی آدم بدی نیستم. اگه منو بشناسی میفهمی. نمیخوام بشناسمت. از تو اون دوستات متنفرم. تو چرا دنبال من راه افتادی؟ دارم میرم سر کلاس. منم هم کلاسیتم. خیلی خوب.